قابل توجهی کسانی که در 35 سال گذشته از املاک و مستقلات خود در ایران خبر ندارند، کسانی که مدارک و مستقلات خود را از دست داده‌اند، افرادی که املاک و زمین‌های آنها را سازمان منابع طبیعی بایر اعلام کرده است و اشخاصی که املاک آنها مصادره و یا مواد اعلام شده است. و همچنین برای تنظیم وکالت بلااصل و انحصار وراثت می توانید با دفتر آقای منوچهر معتمر تماس حاصل فرمایید. شماره تماس 949 202 72 88. با سلام خدمت هموطنان، انشاءالله هر جا باشین سلامت باشین. ما دوباره برگشتیم به تلویزیون امید ایران، نم به درخواست خود شماها و آقای رفیعی هم گفتن روزی 10 تا 15 تا تلفن داریم سراغ ما رو میگرفتین. مساحت دوره، من در اورنج کانتی هستم. خب گرفتاری کارا هست، ولی به هر جهت خیلی خوشحالم که دوباره اومدم جلو دوربین و با شما آخرین تحولات ثبتی و قضای ایران رو با مطرح میکنم و تمام اینا که من به شما اطلاعات که میدم فقط جهت کمک به شما هست. فقط به حرف من توجه کنین که بتونین به اون خواستتون و به اون حقتون برسید. اولین چیز که من خدمت شما میگم، 1 سال قبل تالا در این تلویزیون گفتم، در جاهای دیگه هم گفتم، اینه که وکلا در ایران متاسفانه به جای این که کمک به هموطنا بکنن برعکسش عمل میکنن، به دلیلی که سیستم قضایی ایران با سیستم کار وکیل با هم جور نیست، سیستم اسلامی با لایحه و با نمیدونم دادخواست ضرر زیان علیه دولت جمهوری اسلامی ایران رأی صادر نمیشه و متاسفانه اینا مجبورن از مردم پول بگیرن، تبدیل به کلاهبرداری میشه. پرونده هایی که باید به مردم بگن مستقیم به سازمان مسکن شهرسازی برو، مستقیم به کمیسیون ماده 12 برو و برو اونجا حقت رو بگیر یا برو فرم پر کن. اینها میان به خاطری که 20 میلیون 10 میلیون 30 میلیون بگیرن دادخواست میدن و یه راه اشتباهی رو میرن که بتونن از مردم پول بگیرن. الان شما برین روی سایت همین رادیو فردا یا روزنامه همشهری در ایران ببینین قسمت قانونش که برین میگه 20 وکیل وکالتشون باطل شده، 5 تا الان باز داشتن. یعنی میزان کلاهبرداری یا حدی هست که این وکلا الان در داستان اوین باز داشتن. و بازم میبینم چه در آمریکا یه دم الان اومدن تبلیغ کنن که آقا وکلا در دبی هستن، بیان از طریق ما مدارکتون به دبی میدیم، با یه وکلا در دبی کار میکنیم. همون بلایی که سری مردم تو دبی آوردن، اون خونه های کذایی فروختن و یه عده رو نابود کردن. الان اینا اومدن در استرالیا، در آمریکا، در دبی دفتر زدن که پولی که میگیرن، کاری که میکنن، شما نتونین در ایران علیه اینا شکایت بکنین به دلیلی که این رقما در خارج از ایران گرفته شده. بازم به شما میگم خودتون بهترین وکیلین. سیستم جمهوری اسلامی شخص محاکمه میکنه، نه پرونده را. خودتون راهنمایی من بدون انجام میدم، تا اونجام که بشه من بدون کمک میکنم. الان خیلی داخلی راه هستن، از قضات بازنشسته، از افرادی که تو سیستم کار میکردن در اداره ثبت در شهرداری بازنشست شدن یا بعد از دوره کاری ندارن، به خاطر کمک خرج زندگیشون بهترین راهنمایی یا بهترین کمک به شما میکنن. چه عزیزانی که تو بنیاد هستن، تو ستاد فرمان هستن، هفته 2 روز جمعه ها که تعطیلیه، پنجشنبه ها دفاتری هست، میرین به شماها کمک میکنن، راهنمایی میکنن، با اون درصدی کار میکنن، حلال هم هست. به خود اینا وکالت کاری بدین. هزینه تنها پولی که شما بپردازین در آمریکا یا در ایران یا هر جا هزینه کارشناسیه، هزینه ثبتیشه که این ملک کارشناسی کنن، رقم ملک مشخص بشه. هر چی که رقمی ملک باشه باید 1% به اداره ثبت پرداخت بشه و اداره ثبت مهر بزنه و اون کارشناسی شما به بنیاد ببرین، به ستاد ببرین، به سازمان مسکن شهرسازی ببرین، به کمیسیون ماده 12 ببرین. هیچ اشکالی نداره، ولی ملکتون رو ارزیابی کنین. این روز همیشه به شما میگم آقا اگر نمیتونید ملکت کارشناسی کنید در محاکم ایران نرو بگو من حقمو میخوام.
به خاطر که وقتی قیمت کارشناسی بکنین، مرسدس بنزا که از شما میگیرن به شما یه تویتا میدن، به شما یه پیکا میدن. ولی وقتی انقدر این قیمت ملکا بالا رفته که همون پیکان و تویتا زندگی ها رو عوض میکنه، یه سری هزینه دانشگاه بچه هاتون رو تامین میکنه، مالتون رو کارشناسی کنین، اداره ثبت ببرین 1%. تنها چیزی که گرون نشده مدارک ثبتیه. قبل از انقلاب 1% بوده، الان هم 1%. برین انجام بدین، کارشناسیش به عهده خودتونه، هزینه ثبتش به عهده خودتونه، بقیه چه بگون آقا درصدی 10%، 20%، 30%، بستگی داره به کار چی باشه. 30% میگیرین بس خود من 20%. بس دیگه این نرخ ثابت نداره، بستگی به ملک داره، بستگی به کار داره، بستگی به شخصیت افراد داره. هر کسی یه رقمی میگیره. روز آخر الان چیزی وجود نداره که شما پول به دست کسی بده به غیر از هزینه کارشناسی، هزینه ثبتیش، هزینه تمبر دولت، چیزی به کسی نپردازید. اینم باید مورد اعتماد باشه. مسئله بعدی که خدمت شما خواهم بگم اینه که رئیس بنیاد آقای سعید کیا الان 2 ماه ایشون رئیس مسئول بنیاد شده. به خاطر اینه که همون ستادش اون روز به شما گفتم، ایشون بسیار گسترش داده، بزرگش کرده. خودی ستاد وقتی برین به شما راهنمایی میکنن، بدون میگن چه کاری بکنین که پرونده شما مجددا مورد بررسی قرار بگیره. پرونده هایی که کلن رفته دیوان کشور قطعی شده یا رفته هر ارگان دولتی رفته، میگن آقا دیگه شما حق اعتراض نداری، شما میتونی از آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه درخواست ماده 3 رو بکنی. ماده 3 ماده‌ای که ایشون میتونه دستور بده به دلایلی که شما جدید میاری و حق کشیایی که از شما شده و حرفایی که در پرونده زده نشده، آقای لاریجانی دستور میده که مجددا پرونده شما بررسی بشه. اعمال ماده 3 از وظیفه اختیارات رئیس قوه قضاییه هست که ایشون 5 نفر هستن، اینا رسیدگی میکنن. آقای رئیسی، آقای امیری، آقای ایروانی، آقای رنجبرز، آقای احمدی. اینها میشینن دوباره این پرونده رو بررسی میکنن و اگر ببینن حق از شما ضایع شده، اینا دوباره مجددا میفرستن به دادگاهی که این کار رسیدگی بشه. بهترین کیست خود شما. بهترین شخص چیست؟ یه نفر از کسی که تو بنیاد کار میکنه. ما به شما راهنمایی میکنیم، ایشون به شما میگه که دقیقاً چه چیزایی در پرونده شما نقص داشته یا چه چیزایی شما مراعات نکرده، همونو انجام میده. میره تو بنیاد مجددا میرفسه یه مرجعی رسیدگی میشه، به شما مستثنیات داده میشه. شماها که اموالت مصادره شده، مهریه یه خانومدون، قباله خانومدون جزء مصادره نیست. به قیمت روز بنیاد باید به شما بپردازه. من میپردازه چون خانم شما از شما یه طلبی داشته، بر مبنای قیمت روز کارشناسی میشه. اگر بچه صغیر داشتین و اموال شما گرفته شده، پول بچه صغیر، حق بچه صغیر که میشه مستثنیاته، اینو دولت به شما میپردازه. فقط باید برین از راهکار وکیل، نه با یه آدم مطلع صحبت کنین. یه لایحه، یه ورقه برای شما مینویسه، توسط خودتون، یکی از افرادتون یا توسط ما میدین بنیاد، یه شماره پرونده میگیرین، دستور رسیدگی مجدد میدن. یا همین مسائل با آقای لاریجانی مینویسین، درخواست ماده 3 میکنین. کسانی که زمینتون مواد اعلام شده، سازمان مسکن شهرسازی یه فرم داره، احتیاج به وکیل نداره. این فرم من به شما میدم یا من انجام میدم یا خودتون میتونید انجام بدین. به سازمان مسکن شهرسازی مراجعه میکنین، فرم پر میکنین. تو این فرم نوشته آقا من اگر شکایتی کردم شکایتم پس میگیرم، به هیچ مراجع قضایی هم مراجعه نمیکنم، قبولم دارم من در ایران نبودم، قبول دارم من نشر آگهی رو ندیدم. برای اینکه وقتی میخوان زمینه بگیرن نشر آگهی میکنن. آقا من نشر آگهی رو ندیدم، زمینی من مواد اعلام شده، درخواست میکنم به من نوشته توی فرم معوض بدین، جانشین بدین.
بین 60% تا 50% به شما جانشین میدن. این در رابطه بنیاد و در رابطه با این. در رابطه با کسانی که قولنامه دارین در ایران یا در اینجا، الان ماده 147 دارن اجرا میکنن. این ماده از سال 1391 تصویب شده. سازمان ثبت و اسناد کشور یه سامانه ثبت، پذیرش و درخواست سند مالکیت که برای املاک شامل خانه، باغ، زمین مزروعی یا دارن انجام میدن. قولنامه رو برین، فتوکپی قولنامه، فتوکپی شناسنامه مالک، فتوکپی کارت مالک، اینا جهت پرونده الزامیه و شما مراجعه میکنین برای گرفتن سندتون. یعنی کسانی که قولنامه دارن میتونن درخواست سند بکنن. در رابطه با وکالت کاری باتون صحبت کردم، وکالتی بلاعضل باتون صحبت کردم. وکالتی بلاعضل کسانی که خیلی ها میبینم زمینا که گرفته شده، اینا برای اینکه کسی در ایران کاراشون انجام بده یا کسانی که اینجا انجام میدن وکالت بلاعضل میدن. شما اولا که وکالت بلاعضل برای چی میده؟ وکالت فروش برای چی میده؟ آقا یه وکالت کاری بده. وقتی این زمین آماده شد یه قرارداد بنویسین که آقا این زمین 30% مال شما، بقیش مال من. وقتی اون وقت اگرم میخوان وکالت بدین، وقتی کار درست شد 30% به ایشون وکالت بدین. یعنی میگه آقا از این ملک 244/64 واقع در بخش کجا، پلاک کجا، واقع در کجا، بخش 11 تهران، 30%ش واگذار کردن به معتمر، 70% مال خودتونه. وکالت بلاعضل برای کارها، اصلا مراجع قضایی ایران وکالت بلاعضل را قبول نمیکنن برای کار حقوقی. شما باید اول وکالت کاری بدین بدون حق خرید و فروش. کاراش که انجام شد یه قرارداد بنویسین، بعد بر مبنای قرارداد یه 30% یه 70% این وکالت بلاعضل را میدین. بعد طرف میره، اگر تونست انجام بده چه ملک میخوره، اگر نتونست انجام بده تازه این وکالت ها شما همینجوری نمیدونید چی کار بکنین. میگن آقا ما یه وکالت به یکی دادیم نمیدونیم دستشه پاره کرده چی کار کرده. وکالت به کسی وکالت فروش نده، نه به خواهر نه به برادر. الان وضعیت طوری شده است که رقم میلیاردی شده است. به خدا پرونده های مادرم نه خواهر به برادر ره کرده است، نه برادر به خواهر، نه مادر، نه رفیق. چی بدون بگم؟ ما تعصبه. ولی به کسی وکالتی فروش ندید. هیچ اشکالی هم نداره. یه وکالت کاری بدیم میذاره کار میشه انجام شد انجام بشه. در رابطه با طلاقم هموطنان، اگر چه خانمایی که مشکل دارن و شوهرشون طلاق صادر نمیکنه، میتونن به مراکز اسلامی در واشنگتن یا در اورنج کانتی یا در کل کالیفرنیا، در اروپا یا در استرالیا مراجعه کنین. شما اول طلاق شرعی دونه بگیرین. یعنی این طلاق شرعی ثابت میکنه که شما 2 سال 3 سال از شوهرتون جدا شدین. بعد بر اون طلاق این که به من زنگ میزنین اول برین طلاق شرعی دونه بگیرین. طلاق شرعی ربطی به مهریه شما نداره. مهریه شما یه طلبه که از طریق دادگاه مدنی خاص شما میتونین اجرا بذارین. اون یه طلبه، بس یه چک حامل میمونه. اون فرق میکنه. طلاق شرعی همون وقتی که شما به این مرد حلال شدین، الان برین طلاق حلال شده من طلاق شرعی دونه انجام بدین، بعد اون کار انجام بدین. احکامی که ببینید بنیاد یه لیستی داره، 35% احکام که به نفع بنیاد مستضعفین ستای اجرایی حضرت امام صادر شده، وقتی شما خمسش دادین و حق سرپرستیش پرداخت کردین، ملک آزاد شده است. به شرط که اینا رو روش بیلدینگ نساخته باشن، آپارتمان 10 طبقه نساخته باشن. 28% احکام صادره به نفع نهادها به خودی محکومین برگشته شده. چرا؟ همون کاری که من گفتم، دلایل آوردین. آقا من نه صهیونیستم، نه امپریالیستم، نه نمیدونم، من یا یه کلیمیم، یه مسلمونم، من اومدم
تا اول انقلاب سال 58 59 60 اومدم آمریکا به خاطر تحصیل بچه‌ام موندم. رأی من شما حرف که میزنین میگن من رأی مردمه. مردم گفتم جمهوری اسلامی عالی، منم میگم جمهوری اسلامی عالی. من ایرانیم، من ملکم میخوام، من ربطیم، من کاری به مسائل سیاسی هم ندارم. این کمک به شما میکنه که همین کاری که خیلی‌ها کردن و 28% برگشته است، 15% هم خیلی هم داخل ایران ملکا گرفتن، 10 طبقه ساختن. من یکی خودم تو زنجان و تهران دارم انجام میدم، این آخریشه. مالک زنگ زد من رضایت ندارم. شما اونا میگن آقا این ملک آپارتمان 5 دست گشته، اون صاحب اولی که حقی تو رو خورده از بنیاد رفته یه قیمتی ناچیزی خریده به ما فروخته، ولی همین که اینا رو گفته من رضایت ندارم، اهالی خودشون تو آپارتمان 10 تومن 15 تومن 20 تومن جمع کردن، یه رقمی خوبی شد اسم این دادن، گفت رضایت از این گرفتن به خاطری که هنوزم یه عده متدینن، هنوزم یه عده شرف دارن. 250 میلیون 7 واحد جمع شده توی زنجان. خیلی پول تو زنجان با تهران فرق میکنه، برای که یه نفر زنگ زده اینور آه کشیده وای بابا این حق من بوده، من رضایت ندارم شما تو زمینی من نماز میخونین یا رضایت ندارم تو زندگی من زندگی میکنین. هنوزم این احکام تو ایران صادر میشه، یعنی هنوزم یه عده هستن حق و حقوق میدن. فقط تنها چیزی که من 2 سال دارم به شما میگم اینه که خودتون باشین، خودتون ناظر باشین، خودتون حرکت کنین. با یه عده آدمایی که خود توی سیستم کار میکردن و الان واردند، به شما میگن نه غیر قانونی به شما راه بدن، اون چیزایی که حق و حقوقتون از بین رفته به شما کمک میکنن. مشکل اینه که عزیزانی که در اروپا هستین، در استرالیا هستین، در آمریکا هستین، فکر میکنین وقتی یه وکالت به وکیل بدین باید بریم بشینین تا وکیل شما رو خبر کنه. ایشون هم میره یه لایحه میده، 7 تا نامم خیلی با آب و تاب و مهر شده و لاک و مهر شده برای شما ایمیل میکنه که آقا رفتم این کارو کردم. بعد از 5 سال میبینین هیچ کاری که انجام نشده، هیچی، پرونده بدترم شده، برای که شما که درگیری با جمهوری اسلامی ندارین. شما ملکی داشته، شما نه سیاسی هستین، سیاسی چون کار خودشون انجام بدن. ثمره زندگی شما، ثمره خانواده شما یه خونه بوده، یه آپارتمان بوده، یه ملک بوده، 2 تا خونه بوده، 2 تا زمین بوده. این آخر ربط به کار جایی نداره. شما اومدین اینجا برای تحصیل بچه‌هاتون موندین، بعد به خاطر اقامت باید میموندین، بعد برای بچه‌ها رو میتونستین بل کنین، بعد اینجا آلوده کار شدین. حالا میگن آقا قضیه من اینه، اونا به حرف شما گوش میدن، 60% به شما معوض برمیگردونن. ولی وکیل، دادگاه، لایحه بزرگترین ظلمی است که به خودتون بقیه میکنین. چند پیش از این یه آقایی که سنش 75 ساله دیدم توی یکی تلویزیون میگه من رفتم دبی با یه سر از وکلا صحبت کردیم، ای کسانی که میخواین زمین رو درست کنین، طلاق بگیرین، نمیدونم شوهر کنین، به من زنگ بزنین. اصلا تعجب میکنم که این شخص چون میدونن همش دروغه و میدونید اگرم یه پول از اینجا کسی بگیره به اینا بده یا خودش بخوره، اینا همه چرک و خون میشه، سرطان میشه. اما انم با چه روی میان انجام میدن. 36 ساله سیستم جمهوری اسلامی هموطنان، شما روز اول رفتین گفتین آری بر مبنای احکام اسلامه، مصادره وقتی اسلامی شده باید از طریق اسلام شما حرف بزنین برگردونین، از طریق کسانی که به قوانین واردن، از نظر شرع باید وارد بشین، بگین آقا مسئله من چی بوده شرعا، یا من آقا کلیمیم عاشق ایرانم اومدم اینجا جمهوری اسلامی هم قبول دارم، الان تو ایران میام یه ملکتون برگردونین، هیچ اشکالی نداره. اما لایحه شکایت کدوم قاضی ها توی مدت دیدن که علیه سیستم جمهوری اسلامی حرف بزنه و کدوم حکمی ها اگر 1/1000 این وکلا گرفتن اجرای احکام صادر کرده، من حکمایی دارم در اجرای احکام 10 سال 5 سال اجرا نمیشه.
اینه که وکیل گرفتن، چون تازه اونجا که رسیدن فهمیدن اینا چه کلاهبرداری کردن. خودتون با آدمای مطلع برین، زمان میبره، بله. باید هزینه کارشناسی بدین، بله. ولی خودتون بیان وارد گود بشین. جمهوری اسلامی هم اون جمهوری اسلامی سال 58 نیست، سال 92 نیست، معذرت میخوام، سال 73 74 نیست. الان کسانی تو سیستم جمهوری اسلامی دارن کار میکنن سنشون 55 58 از 1132 تا 39 هستن. اینها هیچ خصومتی، هیچ ناراحتی با شما دیگه ندارن. قبلی ها هر کاری کردن، الان اونا که قبلی که این کارا رو کردن الان میگن حکم دارن بازرسی میکنن، بررسی میکنن، میگن حکم آقای نیری قابل بررسیه. نمیگن آقای نیریم خدای نکرده، من نمیگم یکیش حواسشون پرت اشتباه کردن، میگن این حکم قابل بررسیه. یعنی چی؟ یعنی دوباره مجددا باید رسیدگی بشه. نگاه میکنن همون قاضی که 50 سالشه 55 سالشه نگاه میکنه نه تمام چیزا بر مبنای دروغ بوده، شهادتی یه عده مقرض بوده یا اقوامش بودن یا همکاراش بودن یا همسایاش بودن، بر مبنای یه نامه جعلی مصادره امضا شده. به خدا قسم برمیگرده، میریم برمیگردیم بقیه گزارش رو خدمتتون عرض میکنم. قابل توجهی کسانی که در 35 سال گذشته از املاک و مستقلات خود در ایران خبر ندارند، کسانی که مدارک و مستقلات خود را از دست داده‌اند، افرادی که املاک و زمین‌های آنها را سازمان منابع طبیعی بایر اعلام کرده است، و اشخاصی که املاک آنها مصادره و یا مواد اعلام شده است. و همچنین برای تنظیم وکالت بلاعزل و انحصار وراثت می توانید با دفتر آقای منوچهر معتمر تماس حاصل فرمایید. شماره تماس 949 202 72 88. خب درباره آقای نیری صحبت کردم و بقیه قضات فرق نمیکنه. یعنی کسانی که در رده آقای نیری بودن الان میگن حکم قابل بررسیه، میشینن بررسی میکنن، قضاتی جوان هستن. حالا توی مسابقه گفتم، الانم دوباره میگم، شما بیشتر حکم سال 59 58 ببینید در بلاد کفر. بلاد کفر کجاست؟ همه آمریکاست. الان تمامی کسانی که من باشون کار میکنم 80% و کسانی که من باشون کار نمیکنم برای از دور میدونم، در همه اورنج کانتی یا پسرشون دانشگاه هستن یا دخترشون دارن درس میخونن، یه خونه اینجا خریدن، مادر اینجاست، پدر ایرانه، پدر هر چند وقته میاد، مادر بالا سری بچه هاست، بچه دارن تحصیل میکنن. و اینا با همونایی که با شماها که ضربه دیدن، اذیت شدن، در ارتباطن، شاید هم دوست باشین. خود اینا هم بعضی موقع ها حالا به دلایلی که خواستهایی دارن که در رابطه با دانشگاه هست میان دفتر ما، وقتی میبینن مردم ها به خدا همین جوونا که پسر همون قاضی هستن، پسر همون دادیارا هستن، پسر همون عزیزان هستن که بنیاد کار میکنن، به من میگن ما چه کمک دستان برمیاد. وضعیت عوض شده. جمهوری اسلامی یه شرایطی بود، یه عده‌ای بودن میگفتن آقا هر کسی بلاد کفر است کارش تمومه. شما الان ببینین لیستی که مصادره اموال بوده از 1000 خورده رسیده به 200 خورده. یعنی یه عده‌ای ناحق نابجا شرایط انقلاب بوده. در خاطراتی که آقای طالقانی با آقای آیت الله منتظری صحبت بوده، خاطراتشون بوده، ورقاشون بوده، من یه قسمتی رسیدم که آقای طالقانی 12 شب تو زندان راه میرفتن، قرص میخوردن، آقای منتظری بهشون میگن بیان بخوابین. ایشون میگه بگه صدا مردم نمیبینی که تظاهرات و مردم تا پشت زندان اومدن.
آقای منتظری میگه خب مردم دارن وظیفه‌شون انجام میدن، شما بیا استراحت کن. میگه آقای طالقانی میگن مردم وقتی رژیم شاه بره ما رو میارن، ما که مملکت داره بلد نیستیم چی کار بکنیم. خدا رحمت کنه آقای طالقانی ها. ببینید آقای طالقانی گفته ما که مملکت داره بلد نیستیم چی طوری بریم مملکت تحویل بگیریم، این مردم الان بعدش ما رو میبرن. خب یه دو اومدن واقعا مملکت داره بلد نبودن، انتخاب شماها بوده، متدین بودن، روحانی بودن، خراب کردن، سالم کردن، خراب کردن تا حالا به اینجا رسیدن که فهمیدن راه چیه، روش چیه، باید چی کار بکنن. هنوزم خیلی مشکلات هست. من نمیدم اینجا سیستم جمهوری اسلامی دفاع کنم، ولی من میگم به جای مرگ و به جای نابودی ما بیاییم عاقل باشیم. منافع خانواده ما، منافع ما ایجاد میکنه که بیاییم با اصلاحات اون سیستم جلو بریم، حق و حقوقمون رو بگیریم. حق و حقوقمون رو بگیریم، ولی دموکراسیه. میتونیم بگون آره، میتونیم بگون نه. کسی که فشار به شما نذاشته که بگون حتما جمهوری اسلامی بله، ولی منافع مالی رفتی به مسائل سیاسی نداره. شماها باید برای منافع مالیتون، برای حقتون از راه اون سیستم، از راه اون روش بیان حقتون رو بگیریم. چه در رابطه با مواد، چه در رابطه با کمیسیون ماده 12، چه در رابطه با ستاد فرمان امام، چه در رابطه با شهرداری، چه در رابطه با دارایی، همه. و یه چیزی به شما بگم، شاید هم عزیزانیت که خب یا نمیدونن، سیستم دادگستری ایران الان شما رو آنلاین میتونه از پروندهتون خبردار شین. یعنی وقتی که پرونده رو به سیستم دادین، به سازمان مسکن شهرسازی، به بنیاد دادین، یک کد بهتون میده. وقتی میرین میگه کدتون رو بذارین، وقتی کد میذارین پرونده میاد، مراحل چیه و حق بدون اون گوشه شما دوباره یه ایمیل به ایمیل اضافه کنین به همون جا که آقا من پرونده‌مو خوندم، اینم خواهش کنم بهش اضافه کنین، یا این کار مراعات نشده، یا من کی منتظر باشم. سیستم ما ماشاءالله جوون ما ایران سیستم ثبتمون کامپیوتریه، سیستم دادگستریمون کامپیوتریه، الان سیستم شهرداری همه چی کامپیوتریه، داراییش کامپیوتریه، اشکالی نیست، ما داریم با سیستم پیش میریم. ولی میخوام به شما بگم که دیگه اون زمان درهای بسته، اون زمانی که دیگه همه چیز پنهان بود نبود دیگه نیست. الان شما وقتی سند رو گم میکنین، المصنای سند رو من بقیه نمیدونم چی کار میکنم، من 5 روزه میتونم بردم بگیرم از طریق کامپیوتر. یعنی یه دونه سند المصنا وقتی سند گم شده است یه هزینه میگیرم، میگم آقا من 5 روزه اولا سنده میگیرم، میگم بیان ببینید اگر همون سنده، همون مشخصات پدر، مادر، خواهر، برادر همه چی درست است، من این اندازه میخوام. راه بازه. با هر جای دنیا ما بریم، من تو اروپا بودم، من تو آرژانتین خدمت کردم، من تو کوبا بودم، من تو ونزوئلا بودم، من تو دبی بودم. ببینین هر مملکتی هر جایی با اون سیستم باید پیش بری. سیستم جمهوری اسلامی میگه آقا خودت بیا، هر چی میخوای خواست ده بنویس، اگرم بلد نیستی یه آدم مطلع، هزارون نفر هستن از افرادی که تو اون سیستم کار میکنن کمکتون میکنن، بیاین. نه این که بگون من شکایت دارم، نه بگو آقا شما اموال منو گرفته، اینم شرح حال زندگی منه، این شرح حال منه، رسیدگی کنین. شما ها به حقتون میرسید. یقین بدونین که شما به حقتون میرسید، نه 100%، ولی همون رقمی هم که میرسید زندگیتون رو کمک میکنه. به اینکه پول به وکیل بده 10 میلیون 30 میلیون 50 میلیون، منم پولا رو اینا میگیرن میدن به بچه هاشون، نمیدونم عاقبت اون بچه چی میشه. آخه اصولا من دیدم با چشم این پولایی که میگیرن، ما یه آخونال پشت و میدن به اون بچه، فردا اون بچه همه یه درد میگیره. کسی بوده که اینجا بوده میدونم بچه شدن به چه روزیه. هر چی هم که من جوابش نمیدم، ایمیل میزنم، از بهشون میگم خب هزینه ها بالاست دیگه، هزینه ها تو ایران بالاست، هزینه ها بالاست،
اینا میان، حالا از ایران نشد طریق دبی، از طریق دبی نشد از طریق اینا که توی لپاز می‌نویسن، یک صفحه می‌نویسن آقا من کیم، با همکاری وکلای درجه 1. من نمی‌دونم یه وکلای درجه 2 که ما داریم تو ایران، درجه 3 داریم، همه میگن ما درجه 1. اما این وکلای درجه 1 تحصیل کردن، همه‌شون برای ما عزیزن، اما اینا باید قبل از انقلاب دفاع می‌کردن، چون بر مبنای اون قانونی که زیرنویس مال فرانسه بود، قانون مدنی یا اون دادخواستا و اونایی که ما خوندیم. ولی الان سیستم جمهوری اسلامی سیستم شرعه، شما بیاین بر اون مبنا حق مردم بریم بگیرین اگر میتونین. اگر نمیتونین به خدا هزارون کار تو ایران هست. الان تو ایران آقای وکلا هر ملکی بخرین در عرض 1 سال 2 برابر میشه. هر زمینه بگیرین تفکیک کنین 8 واحد بسازین در عرض 1 سال صاحب 2 میلیون دلار 3 میلیون دلار میشین. خب برین شما هم که به کار اداری واردین، خب برین اون کار انجام بدین. و بعدم کسانی که در ایران الان تصویر منو دارن فکر بکنن که وقتی طرف از آمریکا زنگ میزنه یا از استرالیا یا اروپا میلیاردره، من اینجا به شماها تعهد میدم کسانی که در داخل آمریکا هستن از طبقه فقیرن، وضعی ندارن مردم اینجا، آواز دهل شنیدن از دور خوش است، بتونن زندگیشون رو اداره کنن، کرای خونهشون رو بدن، قسط ماشینشون رو بدن، پول تحصیل بچهشون رو بدن. اینا جزء آدمای خوشبختن. فکر نکنین وقتی اسم آمریکا میاد پولایی که میگیریم میگن اینا میلیونرن یا پول تو خیابون ریخته. این مملکت که من دارم توی زندگی میکنم این خبرها نیست. این مردمی که شما پولاشون رو میگیرین ساعتی $10 $15 با بدبختی تو این فروشگاه کار میکنن. منطقی عمل کنین، فکری آینده بچه‌هاتون باشین. هرچی هم هست همینجا پس میدون، اون بر وجود نداره. خب هموطنان درباره مواد گفتم که الان 60% میدن، بنیادو گفتم الان مستثنیات میده، بنیادو گفتم موافق قباله خانم دو مهریرم بنیاد میده. ملکایی که دست نخورده میتونین خمسش بده، از بنیاد برگرده، پول بهش میگن پول انبارداری برگرده. مواردی دیگه که الان آوردن بدون بدم اینه که سندهای تک بلگیه. ببینید از سال 89 طبق ماده 13 شما میتونید سنداتون رو تبدیل به سندهای جمهوری اسلامی بکنید. این سندهای شیر و خورشیده ببینید تبدیل به سندهای جمهوری اسلامی بکنید، نه حقتون از بین میرید، نه هیچ اشکالی به وجود میاد. فقط اون سند پلاک زمینتون نقشه شیشته میشه، قیمت روز و یه سند تک برگه به شما میدن و اون سندش معتبر است، قانونی است، این همون سند قبلی. اگر میخواین متهمی از زندان آزاد کنین، اگر میخواین وثیقه ملکی بذارین با همون تک بلگی بذارین و اون سندهای تک بلگی دیگه احتیاجی به کارشناسی نداره، چون اینا کارشناسی روز میشه. در رابطه با سندهای تک بلگی در رابطه امروز خیلی چیز آوردم براتون باهاتون صحبت کنم، چون چند وقته که باهاتون صحبت نکردم. آخرین خب بریم در رابطه با کارشناسی ملک. هموطنان شماها چه ملکتون در ایران بنیاد گرفته باشه، چه مواد اعلام شده باشه، هر کدوم چه مترو گرفته باشه، چه شهرداری گرفته باشه، هیچ فرقی نمیکنه. شماها قبل از هر کاری اصلا مهم نیست که سند به نام چی صادر شده، شما چون صاحب این ملک بودین و اسم تو اداره ثبت هست و این اسم خواهد بود و این سند شما معتبره، اول برین سندتون رو کارشناسی کنین، صفحه 6 سند بزنین کارشناس بنویسید که ارزش این ملک چقدره، بعد اداره ثبت ببرین اینا تایید بکنه، یه درصد بدین. وقتی اینا خودتون هر ارگانی ببرین، چون اون کسی که میخواد به شما معوض بده که بر مبنای پرونده رسیدگی میکنه. پرونده میگه ارزش این ملک شما 4 میلیارده،
ارزش این ملک شما 10 میلیارده، بر مبنای این تصمیم میگیره تا این کارو نکنین. اینا خیلی تا همه مصاحبه‌ام گفتم تا این کارو نکنین نرین مراجعه کنین به ادارات دولتی. هموطنان که داخل ایرانن به من زنگ خواهش میکنم نزنین. من در داخل ایران، من وظیفه من خارج از کشوره و کسانی که خارج از کشورن در اروپا هستن، در استرالیا هستن یا در اسپانیا یا در آمریکا، من با اینا در ارتماسم از طریق ایمیل، از طریق سیستم و وکالت ها که میگیریم، وکالت کاری هست از اینا و اینا رو میدیم به افراد که داخل ایران کار رو انجام بدن. من برای این فقط الان انجام وظیفه میکنم داخل ایران. من نمیتونم داخل ایران کسی هم با شما معرفی بکنم، چون اون سیستمی که ما داریم کار میکنیم بالا این وره، بچه‌هایی که با ما کار میکنن بالا این وره، یعنی وظیفهشون است کمک کنن به هموطنان خارج از کشور. ولی نه من وکیل میتونم به شما معرفی کنم که خودتون میدونید، خودتون وکیل داره میدونید. فقط بدون میگم برین خودتون از طریق مستقیم به بنیاد سازمان مسکن شهرسازی، اونجا اینا فرم دارن بدون کمک میکنن، فرم رو پر کنین. از طریق مساجد محلتون، از طریق انجمن اسلامیا، از طریق حراست برین نامه بنویسین. بچهای حراست انجمن اسلامی به شما کمک میکنن بدون میگن از چه راهی برین. من در داخل ایران شرمنده دونم، خیلی هم تلفن دارم الان واقعا نمیرستم، نمیتونم انجام بدم. لطف بکنین نه هزینه کنین نه به من زنگ بزنین. در رابطه با ارث، کسانی که بعضی خواهر و برادرها میگن به ما که ما میخوایم بین دختر و پسر مساوی باشه، اشکالی هم نداره. اینو باید وقتی که این ارث وراثت میخواین بدین یا وکالت کاری به من یا به هر کسی میخوان بدین انجام بدین، اول خود خواهر و برادرها بشینن یه ورقه پر کنن و خودشون بنویسن که ما برادرها موافقت کردیم که این سهمیه ارث پدرمون بین ماها مساوی تقسیم بشه، بعد انحصار وراثت بدین. اینا میگم کسانی که خیلی ها به ما تو آمریکا زنگ میزنن میگن خودی برادرم میگه، چون بچه‌هایی که اینجا بزرگ شدن نه داخل ایران دارن بدون میگم هموطنا، یکی از پاکترین بهترین بچه‌هایی که تو این 25 سال 30 سال تو آمریکا بزرگ شدن، چون اینجا یادشون میدن درس صداقت و درستی ها. یه بچه‌ای که تو آمریکا 20 سال 25 سال بوده دروغ نمیگه. و اینا وقتی خواهرها میگن میخوایم مساوی کنیم یا خود مادر یا بزرگتر میگه، این بچه ها موافقت میکنن. ولی قبل از که لایحه رو بدین اول بین خودتون تقسیم نامه رو بنویسین. در رابطه با زمینای شمال، خیلی زمینای شمال رو اینا موات اعلام کردن با عجله بدون مدیریت. موات یعنی زمین مرده. در شمال ما زمین مرده نداریم، یعنی هر جا بری سرسبزه. اینا رفتن تو مجلس یه دی شکایت کردن، خودی سازمان مسکن شهرسازی هم دنبالش بوده. الان کسانی که در شمال هستن میتونن مستقیم به سازمان مسکن شهرسازی مراجعه کنن. یعنی چی؟ یعنی اونجا اینا خودشون مستقیم بدون لایحه، بدون هیچ مواردی میتونن سازمان مسکن شهرسازی به شما معوض بده یا زمینه برگردونن. متراژ 40,000 متر هست، 20,000 متر هست، به خصوص در منطقه ناهارخوران، آمل، بابل، یه سری پرونده‌ها من دارم انجام میدم. خوشبختانه فهمیدن که اینها جزء مواد نیست. درباره حقوق بازنشستگی، کسانی که من پرونده دارم تو مجلس بودن، پرونده دارم تو نخست وزیری بودن، تو ساباش بودن، حقوقا رو میپردازن. کارمندای دولتی حقوقا رو میپردازن، همه دارن میگیرن. ربطی هم نداره شما سیتیزن آمریکا هستی، استرالیا هستی، اروپا هستی، اون ثمره بدبختی یا زحمت ده. فقط حقوق قبلم قابل برگشت است، قابل پیگیریه. فقط باید 15 سال سابقه کار داشته باشی. عزیزانی که 15 سال سابقه کار دارن میتونن یه ورقه دارن، این فیش حقوقشونه که میگرفتن، اگر ندارن با المصناشه میگیریم، میتونن درخواست حقوق بازنشستگی بکنن. حتی نماینده مجلس گذشته
چون شما کارمند نخست وزیری بودین، کارمند دولت بودین، حقوق بازنشستگی شامل حالتون میشه. خیلی هم دارن میگیرن، هیچ اشکالی هم نداره، هیچ ترس وحشتی هم نداره. بعضی هم میگن آقا ما اگر یه حقوق از ایران بگیریم نمیخوایم حقوق بازنشستگی. اصلا این حقوق بازنشستگی اینجای شما ربط به ایران نداره. اون یه ثمره کار و سرما و بدبختی گرمایی بوده که تحمل کرده، کار کرده. اینجا هم ثمره تکس بوده که یا خودت داده یا بچه‌هات دادن. اینا ربطی به هم نداره. حقوق بازنشستگی بالا 15 سال در ایران از راهش باید رفت، از راهش رفت بایگانی راکت، چون پرونده های شما همه رفته بایگان راکت. اینا رو در آورد، اینا رو نگاه کرد. اصولا اونجا یه سری افراد هستن که در میشینن پرونده رو بررسی میکنن و به شماها حقوق برمیگردونن. بعضی هم خب ایذاره نمیگم مقرضن، یه سری میخوان ایراد بگیرن، از طریق دادگاه میشه حقوق گرفت. فقط باید بالا 15 سال سابقه کار داشته باشید. در رابطه با وکالت هایی که به سفارت میدین، من این در سفارت ایران در واشنگتن صحبت میکنم دربارتون. ببینید دفتر منافع جمهوری اسلامی در واشنگتن یه تعداد افراد هستن که اینا یا استخدام جدیدن، نه سابقه قضایی دارن، نه سابقه حقوقی دارن. یه ده آشناهایی هستن که مورد تایید وزارت امور خارجه بودن، یا طریق گرین کارت قبول شدن، یا طریق اقوام بدن اینجا، اقوامشون بدن اینجا. اینها نمیتونن به شما راهنمایی درستی بکنن. راهنماییشون بر مبنای یه چیزی که خودشون میدونن. یعنی شما اگر به دفتر منافع زنگ بزنین، 5 نفر گوشی پرم دارن، بهشون بگون ما یه مشکل داریم، اینا 5 رقم به شما صحبت میکنن. به دفتر منافع فقط اینا میتونن وکالت مهر کنن، وکالت کاری، وکالت فروشا، هزینه هاشو بگیرن، پاسپورت صادر کنن، شناسنامه رو میفرستن ایران. اینا غیر از این نمیتونن از حقوق به شما کمک کنن. اطلاعاتی که میدن نه اینکه بگم مقرضه، اون چه در توانش میده، اینا اشتباهه. خواهش ازتون میکنم، چون میبینم به من زنگ میزنن، میبینم حرفایی که اون عزیزان زدن هیچ که مبنای حقوقی نداره، فقط بر مبنای نظر شخصیه و بعضی موقع هم از نظر شخصی زره بالاتر میرسه که خیلی متاسفم. انشالله هر جا هستین خدا برکتتون بده. من که اینجا نشستم از شماها یه خواهش دارم. یکی که گفتم ببخشین صلحنامه ببخشین به بچه‌هاتون. یکی این که خودتون عمل کنین، با آدمای وارد برین، بدون اینکه شکایتی علیه جمهوری اسلامی بکنین، برین به عنوان کت خدا منشی که آقا حالا مالمو گرفتن، آقا نگیری رای دادن، دستشون درد نکنه، حالا مستثنیاتو به من بدین، 40% پول بیت صغیره بدین، مهریه خونم بدین. اینا بهتر شما به هدفتون میرسین و بهتر به حقتون میرسین. منم در خدمتتون هستم. ان شاءالله موفق و پیروز باشین. خدا نگهدار. قابل توجهی کسانی که در 35 سال گذشته از املاک و مستقلات خود در ایران خبر ندارند، کسانی که مدارک و مستقلات خود را از دست داده‌اند، افرادی که املاک و زمین‌های آنها را سازمان منابع طبیعی بایر اعلام کرده است، و اشخاصی که املاک آنها مصادره و یا مواد اعلام شده است. و همچنین برای تنظیم وکالت بلاعزل و انحصار وراثت می توانید با دفتر آقای منوچهر معتمر تماس حاصل فرمایید. شماره تماس 949 202 72 88